اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم به زمانه، بیگمان انسان در زیان است جز آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند و همدیگر را به حق توصیه کردند و یکدیگر را به صبر و ثبات سفارش نمودند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. وای بر هر طعنه زننده عیب جوی که ثروت را انبار کرد و آن را برشمرد، میپندارد که ثروتش عمر او را جاودانه میسازد. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نه چنان است که او میپندارد، یقینا در حطمه یعنی آتش انداخته می شود. چی چیز تو را آگاه ساخت که حطمه چیست؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. آتش افروخته خدایی است که بر دلها سر می کشد. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده. بیگمان این آتش بر ایشان بسته شده است در ستونهای درازی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. آیا ندیدی که پروردگارت با اصحاب فیل چی کرد؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آیا دسیسه ایشان را بی اثر نساخت؟ بر ایشان پرندگان ابابیل را فرستاد که ایشان را با سنگهای گل پخته می زدند و ایشان را همچون کاه خورده شده گردانید. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.